درود بر شما. هدیه آوردم. آخه کریسمس. روزها گذشت و بالاخره دومین اپلیکیشن ما به عنوان هدیه کریسمس متولد شد. یه اپلیکیشن برای OS های اندروید، برای تبلت ها و موبایل های شما. یک کتاب نوشته دوست عزیزمون آقای آلن هانتریزگر که 15 سال به عنوان خادم در ایران به سر بردن و در نهایت این کتاب چکیده ای از اون 15 ساله برای فرهنگ ایرانی و ارتباطش با کتاب مقدس. حالا میریم با هم دیگه نحوه نصبش و کارکرد این اپلیکیشن رو یاد میگیریم. راستی این اپلیکیشن با 2 زبان فارسی و انگلیسیه، پس یادتون نره به دوستای انگلیسی زبانتون هم بگید تا اونها هم بتونن اون رو دانلود کنن و ازش بهره ببرن. برای نصب این اپلیکیشن وارد منو و گزینه ستینگ رو انتخاب میکنین و چک میکنین که موبایل یا تبلت شما به اینترنت متصل باشه و بعد دوباره به منو میاین و گزینه پلی استور رو انتخاب میکنین و در سرچ گزینه پرژین گاد پرامیس که در سمت چپ میبینین و اپلیکیشن قدیمی ما بوده و هدیه که الانمون پرژین این دی بایبل سرچ میزنین و برای پیدا کردن این اپلیکیشن گزینه مور رو انتخاب میکنین و با اسکرول کردن شما میتونین اپلیکیشن مورد نظر رو پیدا کنین و بعد روی گزینه اینستال لمس میکنین و اکسپت میکنین و منتظر میمونین تا اپلیکیشن نصب شه و همینطور در این زیر شما عکس هایی از نمای اپلیکیشن میبینین و در اینجا میتونین نظرات و پیشنهاداتی که دوستان دادن رو تماشا کنین و در آخر اپلیکیشن هایی که مسئول خود ما هست رو میبینین. بعد اوپن میزنین و برای اینکه سرچ این اپلیکیشن کار کنه لازم چند برگ بزنین. بعد در وسط تصویر لمس میکنین و از نوار مشکی گزینه مور و بعد سرچ رو انتخاب میکنین. بعد در نوار قهوه‌ای رنگ لمس کرده و کیبورد شما وقتی بالا اومد شما گزینه مورد نظرتون رو سرچ میکنین. باز توجه داشته باشین کلماتی رو سرچ کنین که در این کتاب موجود باشه و بعد ذره بین رو لمس میکنین. برای رأی دادن روی 5 ستاره خالی رنگ تاچ کرده و گزینه جوین گوگل رو بزنین اگه همچین پیغامی داد و شما ثبت میکنین و جنسیتتون رو بعد این صفحه باز میشه و جنسیتتون رو انتخاب کنین و بعد کرییت میزنین و ثبت میکنین تا صفحه کوچکی برای شما باز شه و نظر و انتقادتون رو میتونین بنویسین و بر روی گزینه سابمیت دوباره باید لمس کنین و اگه این کار رو درست انجام داده باشین شما میتونین نظرتون رو در زیر اون عکس‌ها ببینین. و اما کسایی که این اپلیکیشن رو از طریق وبسایت دانلود میکنن اول توی گزینه ستینگ برین و بعد سکیوریتی و بعد تیک گزینه unknown source رو فعال کنین، مثل تصویر تیک براش بذارین و بعد از انتهای صفحه ستینگتون گزینه Developer Option رو وارد بشین و تیک USB Debug رو بزنین و بعد گوشی رو به کامپیوتر وصل کنین و اپلیکیشن رو داخل رم گوشی بریزین و از طریق فایل منیجر اونو پیدا کنین و نصبش کنین. خب امیدوارم با این آموزش کوتاه مشکلات شما حل شه و بتونین از این اپلیکیشن استفاده کنین. خوشحال میشیم که اگه مشکل یا انتقاد یا پیشنهادی داشتین با ما در ارتباط باشین و برای ما بفرستین اونو. آرزوی سالی پربرکت در دستان عیسی مسیح برای شما دارم.
تا اپلیکیشن دیگه و هدیه جدید دیگه. خدا نگهدار.